سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا برعکس همیشه، برعکس بقیه یوتیوبرها و در واقع بقیه افراد اومدن یه دونه ایردراپی که کلاهبرداریه رو بهتون معرفی کنم تا بسی دوستان و اقوامتون بفرستید. لایک هم یادتون نره. آقا ایردراپ ترون که خود ترون یه ارز دیجیتاله، پس اولا نمیتونه ایردراپ باشه، دوما یه دونه ماینر گذاشته اون وسط ماین میکنه، حداقل برداشت 30 تاست تا 20 تا 25 تا میذاره ماین کنی، بعدش استاپ میشه، بعدش مجبوری واریز کنی 100 تا بدی، به جاش مثلا بهت 120 تا میده تو یه ماه. آقا این جور موارد چه سایت چه ربات کلاهبرداری تو این 5-6 سالی که من تو ارز دیجیتال بودم بالای 100-150 تا سایت و ربات دیدم که کلاهبرداری از این طریق کردن. همه اینها پانزی ان، از طریق وسوسه انداختن توی بیننده ها در واقع پول به جیب میزنن و یه سری یوتیوبرها واسه اینکه واسه دعوت زیر مجموعه و نمیدونم درصدشون رو بگیرن اینها رو تبلیغ میکنن تا از طریق زیر مجموعه حاصل کنن. پس مراقب باش گول این افراد رو نخوری و بعضی هم بلد نیستن. حالا پس حواست باشه اینجور ربات ها اسکمن و سمتشون نرید. واسه دوستان آشنایتون بفرستید. اگر این ستوری رو هم که شیر کنید که عالی میشه.